مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که اطلاعات جدیدتر و عجیبتری از مرگ خانم زهره فکورصبور برای شما افشا بکنیم که با شنیدن این اطلاعات شاید دود از سر هر کسی بلند بشه. یک جمله آشنا و قدیمی هست که میگه که حقیقت هیچ وقت پنهان نخواهد موند. اگر ازش ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها و سال‌ها و قرن‌ها هم اگر بگذره، حقیقت هیچ وقت پنهان نخواهد موند. حالا رسانه من و افشاگری‌های من شاید دلیلی برای این شنیدن حقیقت باشه، یا شاید هم صحبت‌های بقیه یا زمان یا اتفاقاتی که در طول زمان رو خواهد داد باعث بشه که حقیقت برای مردم آشکار بشه. امروز راجع به فساد در بدنه سینمای ایرانی صحبت میکنیم که آدم‌هایی که توی بدنه سینما هستن و به نوعی بدنه سینمای ایران براشون سود داره در هر جایگاهی که هستن، بازیگرن، تهیه کنندن، کارگردانن یا عوامل پشت صحنه هستن، شدیداً معتقدن بر این که در سینمای ایران و در بدنه سینمای ایران فساد وجود نداره. شاید 5% یا 10% این افراد درست بگن. در پروژه‌های سینمایی که این اتفاقات میفته شاید درست بگم فساد وجود نداره، اما در 90% دیگه‌اش ما با صحبت‌ها و حرفایی که خود بازیگرا میزنن و اون افشاگری‌هایی که خود بازیگرا میکنن و صحبت‌هایی که خود بازیگرا میکنیم رفرنس، متوجه میشیم که نه، در بدنه سینما ایران فساد وجود داره. یعنی که 5000 کیلومتر نشستم این ورتا که من تو خونه اون افراد یا توی سر پروژه فیلم برداری اونها نبودم که یه سری مصاحبه ها، صحبت ها و اسناد و مدارکی که به دست ما میرسه باعث میشه که ما بخوایم نسبت به این موضوعات افشاگری بکنیم. هرچند افشاگری کردن تنها بردن آبرو نیست، بلکه رسوندن واقعیت به گوش مردمه. به این میگن افشاگری کردن، نه بردن آبرو. که من دیدم یه سری از پیج های به ظاهر مذهبی، نمیخوام بگم همه پیج های مذهبی، چون بسیاری از آدم هایی که مذهبی هستن و توی سیستم حال حاضر ایران هستن بسیار طرفدار برنامه پشت پرده هستن و دنبال میکنن و تحسین میکنن کار ما رو. اما بعضی دیگه هستن که آدم های خشک مذهبی هستن و کار ما رو کلا نقض میکنن، میگن آقا افشاگری نباید بکنید، خداوند ستارالعیوب، نمیدونم افشاگری ما نداریم. امروز میخوام یه مقداری به این موضوعات مذهبی بپردازم و اطلاعات مذهبی خودمو به رخ این افراد بکشم که فکر نکنن که فقط خودشون سواد مذهبی دارن و آیات و روایات رو میتونن نقل قول بکنن. بندم مطالعه میکنم به اندازه خودم. فکر نکنید میشینم اینجا با 4 تا شاخ مجازی و نمیدونم فاضلاب مجازی لایو میذارم میخندم و اینا مثل خودشونن. نه عزیز من، ما برای هر کاری که میکنیم یک تفکر و یک عقیده پشت کار ما هست. راجع به اسناد زهره فکورصبور سایر سینماگرایی که امروز توی این ویدیو زیاد صحبت خواهیم کرد و یه سری ویدیو به شما نشون خواهیم داد و فایل‌های صوتی. اما حرف من و روی صحبت من با اون افراد به ظاهر مذهبی هستش که میگن که اصلا افشاگری نباید باشه، خداوند ستارالعیوب، چنان اصلا افشاگری ما نداریم در اسلام. میدونید افشاگری از کی شروع شد؟ از واقعه بعد از عاشورا. افشاگری در کاخ یزید توسط حضرت زینب اولین بار اتفاق افتاد. افشاگری ریشش در اون سالها بوده. آقا مگه شما اسلام رو قبول ندارید؟ مگه حضرت زینب رو قبول ندارید؟ مگه شریعت رو قبول ندارید؟ افشاگری از اون زمان شروع شد. بریم یه سکانس از فیلمی که ساختن در خصوص افشاگری حضرت زینب در کاخ یزید رو ببینیم که ایشون در کاخ یزید دست به افشاگری میزنه و از اون زمان افشاگری مد شده بوده. میخوام اسلامی جواب بدم نه جور دیگه. ببینیم. بله، چشم ها بیناست و سینه ها گرم. چشم های مردم بینا خواهد شد. میخوام به شما بگم که اگر شما آدمای مذهبی هستید میزنید تو اسلام و اینا، اینجاشو داشته باشید. آقا یه چیز دیگه برای شما رفرنس قرار میدم. این خبر رو ببینید، تو خبرگزاری ایران هم پخش شده. نوشته آیت الله عباس کعبی، ایشون عضو خبرگان رهبری هستن در استان خوزستان، نماینده مردم خوزستانن، گفته که
در نخستین جلسه از سلسله نشست‌های کرسی علمی الگوی قضای اسلامی با موضوع مبارزه با فساد و افشای آن در مبانی اسلامی، این قسمتش رو هایلایت کردم، مهمترین راهکار مبارزه با فساد را افشای آن دانست. بله، ایشون نماینده خبرگان رهبری در استان خوزستان هست. بعدش هم اگه نمیگید که اگر شما یک سوال شرعی دارید باید برید به یک آدمی که عالم هستش و علم دینی داره و سواد علمی داره برید ازش بپرسید. ما که داریم میبینیم، خبرش هم هست، گفته مهمترین راهکار مبارزه با فساد افشاگری اونه. مگه ما جز این بوده؟ ما داریم میگیم آقا تو بدنه سینما ایران فساد وجود داره و افشاگری میکنیم که اون آدم هایی که فساد میکنن هم بترسن فساد نکنن و اون آدم هایی که جلوی فساد رو میخوان بگیرن آگاه بشن و برن جلوی این افراد رو بگیرن. تو خبرگزاری هست، برید این خبر رو کامل بخونید و داخلش توضیح داده که رسانه ها میتونن نسبت به این قضیه افشاگری بکنن و در ادامهش گفته که همانطور که رهبر انقلاب هم فرمودن یکی از راهکارهای لازمه با مبارزه با فساد و نظارت‌های مردمیه که باید مردم هم گزارش بدن و زیرساخت‌های حقوقیش رو هم در قوه قضاییه دارن درست میکنن یا درست کردن. آقا اگه چیزی حرامه نباید باشه مگه نمیگن خدا ستالویو؟ پس چرا اینا دارن اینو میگن؟ براتون فیلمش هم گذاشتم دیگه. از زمان صدر اسلام این قضیه وجود داشته. قبول ندارید حرفای خود علما و عقلا رو؟ حالا برید بگید که طرف داره با آبروی مؤمن بازی میکنه. بابا کدوم مؤمن؟ مؤمن رو ترجمه کن برا من. شما به کی میگی مؤمن؟ اما در خصوص فوت خانم زهره فکورصبور یا اصطلاحاً خودکشیشون، من اولا افسوس میخورم برای دوستان نزدیک زهره فکورصبور به علاوه یه سری از فک و فامیلاش، منها یکی دو تا از دوستاش که این اطلاعات رو در اختیار من گذاشتن که به شما بدم. دوستای صمیمی زهره فکورصبور که خودتون رو دوستای صمیمی زهره میدونید، اولا که لطف بکنید یه چتی، نمیدونم یه پیام صوتی، یه چیزی که آقا شما با این آدم دوست بودید منتشر بکنید که مثلا با این آدم شما ارتباط داشتید. هر کسی از هر جایی نشسته گفته من رفیق صمیمی این آدم بودم. اگر رفیق صمیمی این آدم بودید چرا این آدم دچار افسردگی بود؟ اگر رفیق صمیمی این آدم هستید پس این نکاتی که من در این ویدیو میخوام بگم رو باید بگید. اگر نگید وجدانتون درگیر خواهد بود. شما باید افشاگری بکنید که حقایق برای مردم دیده و شنیده بشه. اگر شما سکوت بکنید هیچ فرقی با یک آدمی که خودش هم دوست داره فساد باشه نمیکنه. بگذاریم. خانم زهره فکورصبور، اونایی که دوستای صمیمیشن این اطلاعاتی که من میدم رو دارن، اما وجدان داشته باشید و بگید. رفقای منی که زنگ میزنید راجع به بازیگرها به من میگفتید راجع به این صحبت نکن، راجع به اون صحبت نکن، شما خیلیاتون این قضیه رو میدونستید اما استوری نذاشتید، اما برای مردم آگاه سازی نکردید. از الان به بعدم زنگ بزنید به من برای یک موضوعی، من دیگه جوابتون رو نخواهم داد و دیگه شناخته شدید برای من که شما برای منفعتتون فقط کار میکنید، نه برای انسانیت، نه برای آگاه کردن مردم. خانم زهره فکورصبور یک گربه داشت اسمش ملوس بود. بسیار به این گربهش وابسته بود. مهران مهام که خانم زهره فکورصبور زن دوم این شخص بود. مهران مهامی که همزمان زن اولش رو داره، 2 تا بچه‌هاش هم داره. تا قبل از خودکشی زهره فکورصبور کسی این قضیه رو خیلی راجبش صحبت نمی‌کرد. همه بدنه سینما ایران هم میدونستن. اول میگفتن که نه اصلا خانم زهره فکورصبور مجرده. من اومدم مثلا صحبت کردم که چرت و پرت میگی، چون ما اومدیم مثلا گفتیم که آقای مهران مهام شوهر و کسی بودی که صیغه کرده خانم زهره فکورصبور. صیغه هم در اسلام مجاز، خدا حلال کرده، چیز پیچیده و عجیبی هم نیست. پس دلنگرانی هم نباید کسی داشته باشه از اینکه ما بگیم آقا شوهرت فلانیه. آقایونی که متأهلید، خانمایی که متأهلید، مثلا من بیام بگم تو شوهرت اینه، یا مثلا به
زنه بگم این شوهرته، به مرد بگم این زنه، تو بعد استرس داشته باشی خودتو بکشی که شما فکر کنی عامل منم؟ نه عزیز من، ریشه در اتفاقات دیگه داشته. یه گربه داشته به اسم ملوس. یه روز که از خونه میره بیرون و برمیگرده میبینه که گربهش نیست. مهران مهان میاد گربه از تو خونه برمی‌داره میبره، چون خودش هم تو خونش گربه داره. دیتیل دارم بهتون میدم دیگه. گربه رو برمی‌داره میذاره پیش خودش و تنبیهش میکنه و میگه حق نداری گربه داشته باشی. و به شدت این آدم رو کنترل میکرده. کارت بانکی خودش رو میداده به زهره فکور صبور که خرج بکنه، به خاطر اینکه بدون زهره کجاها میره و چه خریدهایی انجام میده. مادر زهره فکور صبور میتونه این حرفا رو بیاد مصاحبه کنه و تایید بکنه اگر دوست داشته باشه. نشون که زهره یک خواهر دیگه داره که دچار معلولیت و مادر سرپرستی اونو داره. مادرش الان داغداره. من نمیخواستم زنگ بزنم و با مادرش مصاحبه بکنم، داغ دلش رو تازه بکنم. بیاد مادرش چی بگه دیگه؟ اتفاقی که بعد میافتاده افتاده و اذیت‌ها و آزارهایی که 15 سال دخترش شده بوده رو خودش بهتر از من میدونه و اون دوستای نزدیکش هم خیلی بهتر از من این قضیه رو میدونن. اما من میگم و افشاگری میکنم که واقعیت رو مردم بدونن، نه کسی دیگه. 1000 بار، نمیگم 1000 بار، من میخوام نسبت به تعدد این اتفاق به شما بگم. زهره فکور صبور مهران مهان از خونه میکرد بیرون. آقا دستگاه امنیتی خیلی راحته دیگه، برید آقا پرینت اس ام اس ها و ایناشونو بگیرید دیگه، به حال اتفاق تلخ رخ داده دیگه. برید ببینید چه اس ام اس با هم دیگه رد و بدل میکردن. بارها از خونه میکردش بیرون و بارها با هم دیگه قهر میکردن. حتی یه مدتی زهره فکور صبور رفته بود شمال که بتونه مهران رو فراموش بکنه و باز هم برگشته بود تهران. نمیذاش در هیچ کدوم از پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی بدون اجازه مهران شرکت بکنه. نمیذاش هیچ گونه تبلیغات اینستاگرامی انجام بده. نمیذاش هیچ فعالیت انجام بده و تنهایی از خونه بره بیرون. زهره فکور صبور تو خونش بافتنی میکرد. اون شال و کلاهی که رو سرش میکرد اونا بافتانیایی بودش که خودش داشت. روزها و ماها بابت اون گربه‌ای که ازش گرفته بود گریه میکرد و اشک میریخت. اون کسایی که حیوان دارن خیلی خوب میتونن بفهمن. حیوان مثل بچه‌شون میمونه. اگه ازت بگیرن حیوان تو چه اتفاقی برات دست میده؟ و این کار رو انجام داد. یه دونه اسپورتج داشت زهره فکور صبور که حالا مهران احتمالاً بهش داده بود. چه اتفاقی میفته که ماشین اسپورتج رو از زیر پای زهره میکشه بیرون و یه روز میاد تو پارکینگ میبینه ماشین نیست که مجبور میشه میره ماشین دست دوم زن مهران قفوریان که MVM بوده رو بخره. آقای مهران قفوریان اینو تایید کن دیگه. من دارم فکت آدمایی رو میدم که تو ایرانن. میره ماشین زن مهران قفوریان رو میخره که MVM بوده و مدام یواشکی میرفته تو مهمونی‌ها و جای مختلف که مهران نفهمه که مثلا این رفته بیرون اومده. بهتون قبلا تو ویدیو قبلی گفتم وسایل باشگاه و وسایل ورزشی براش خریده بود که تو خونه ورزش بکنه. نمیذاش بره بیرون. نمیذاش تبلیغات اینستاگرامی انجام بده. تو ویدیو قبلیم گفتم که آیه احمد ایران دوست یه بار زنگ زده بود بهش گفت بود یه تبلیغ برات گرفتم 20 میلیون. مهران گوشی جواب داده گفت تو کی زنگ میزنی به زن منو؟ تعریف کردم داستانش براتون. برو فلانو. احمد ایران دوست هست میتونه خودش بیاد این قضیه رو فکت بده نسبت بهش. چند وقت بعدش زهره فکور صبور میره و یه دونه گربه دیگر رو میگیره و به سرپرستی قبول میکنه. چند وقتی این گربه تو خونش بوده. خانم فلور نظری میتونه این قضایا رو بیاد صحبت بکنه و راجبش تاییدیه بده. فلور یکی از نزدیکان زهره فکور صبور بوده که جدیداً بچه‌ها بهش گفتن که آقا چرا نمیاد صحبت بکنیم؟ گفته بذار یکم این قضیه بگذره. یه دونه گربه رو به سرپرستی میگیره. بعد از چند روز میبینه که برمیگرده خونه میبینه که گربه تو خونه نیست. گفته که مهران ولش کرده بود، این گربه رو رفته بوده بیرون تو منطقه چیتگر که 24 ساعت تو چیتگر دنبال گربهش میگشته و گریه میکرده و ساعت‌ها چیز از بکنم هفته‌ها دوباره درگیر این قضیه بوده. نمیذاشته که این مثلا اونس بگیره با یک دونه حیوان خونگی. دوستان صمیمی زهره فکور صبور، بازیگرا، هنرمندها، عقده ورزی امین فردین رو بذارید کنار. درسته من راجبتون افشاگری کردم، اما بیاد حقایق رو به مردم بگید. شماها ملعبه و اسباب بازی کسایی شدید که دارید عقده ورزی میکنید و به دروغ میگید عامل خودکشی من بودم. بیاید حقیقت رو به مردم بگید. با وجدان خودتون چجور میخواید کنار بیاید؟ چون میخواید منو تخریب بکنید این حقایق رو به مردم نمیگید.
اما یه روزی یه سری صنعت‌ها رو خواهد شد به وقتش و یه سری کارها ما خواهیم کرد که این حقایق با سند و مدرک بیشتری افشا خواهد شد. اون موقع الان هم که اعتبار آنچنانی بین مردم ندارید، خیلی از این سلبریتی ها اینطوری هست، ولی اون موقع بیشتر خواهد شد. خانم زهره فکورصبور انقدر حالا تو خونه بود و درگیر موضوعات مختلف بود، یه مدت میره پیش ایمین اشراقی، دکتر ایمین اشراقی که خیلیاتون میشناسیدش، میره پیش ایشون پیکر تراشی میکنه، جراحی میکنه و از این کارها انجام میده که بعد از اونم رفت توی تهران پارس یه دونه خونه خرید. زهره برادر ناتنی داره که میاد به برادرش پول میده که خونه رو تعمیر بکنه و برادره میگه بعد پول بیشتری بدی من این خونه رو تعمیر بکنم و اینا. بعد از یه مدت وقتی با مهران دعواش میشه از خونه میندازتش بیرون، میره تهران پارس و میبینه که اون خونه نه تنها تعمیر نشده بلکه درب و داغون هم شده، پول تعمیرات رو گرفته بوده و خونه رو تعمیر نکرده و روزها و هفته‌ها تو اون خونه زندگی میکرده. خیلی از بازیگرا به اون خونه رفت و آمد میکردن. چرا این قضیه رو نمیاد به مردم بگید؟ چرا اطرافیان و نزدیکان زهره فکورصبور مصاحبه نمیکنن؟ به خاطر اینکه از قدرت و نفوذ مهران مهان میترسن. تهیه کننده‌ای که حالا ارتباطات زیادی با افراد مختلف داره، مدت‌ها تحت درمان روانپزشک بوده و اینو چرا نمیایید بگید که این آدم سالیان سال افسردگی داشته و تحت درمان بوده و البته ارتباطش هم با خیلی از حالا کسایی که به اصطلاح خودشون رو فامیل میدونن یا آشنا میدونن و الان خودشون رو رفیق‌های صمیمی زهره فکورصبور میدونن، اصلا رابطه خوبی با این آدما نداشته. حقایق رو نگید، پا بذارید روی حقایق، اما مردم خودشون آگاه‌تر از این حرفا هستن و میدونن داره چه چیزی در پشت پرده اتفاق میفته و منم همچنان با دوز بیشتری افشا خواهم کرد و واقعیت‌ها رو میگم که زنان سرزمینم، ناموسای سرزمینم که علاقه و عشق به بازیگری دارن این مسیرهای اشتباه رو نرن که برن مثلا صیغه شخصی بشن که از خودشون بزرگتره و حالا به نسبت آدم پرنفوذیه، یا دست به هر کاری بزنن دوست بشن با یک تهیه کننده و کارگردان که مثل یک مرداب براشون باشه، نه راه پس داشته باشن نه راه پیش، چون اون آدم گنده‌ایه و دیگه نمیذاره تو با کسی دیگه ای کار بکنی و نمیذاشت زهره با کسی دیگه ای کار بکنه. ولی ما وقتی حرف از فساد توی بدنه سینما ایران میزنیم یه عده شاکی میشن، میگن فسادی وجود نداره، همه چیز درست و همه چیز قانونی. آقا اگه فساد وجود نداره و همه چیز درسته، پس چرا داریوش مهرجویی که فیلم سنتوریا رو ساخته، چند تا فیلم ساخته، دیروز یه دونه ویدیو منتشر میکنه میگه آقایون مسئولین، آقایون ارشاد، شما که پروانه نمایش به من میدید چرا فیلم منو توقیف کردید؟ ولی فلان تهیه کننده و فلان کارگردان با فیلم‌های ممیزی که از دید اینا ممیزه، از دید ما که قادرس کشوری ممیز نیست، خیلی راحت فیلماشون اکران میکنن به خاطر اینکه این آدم ارتباطات اون آدما رو نداره. نه من نمیگم اون دادی هستش که داریوش مهرجویی تو طول این سالها زده. برید در خصوص فساد توی سینما ایران از داریوش مهرجویی بپرسید. برید از گلشیفته فراهانی که خارج از کشوره و این همه فیلم موفق بازی کرده، برید از اون بپرسید که آیا تو سینما ایران فساد وجود داره یا نداره. چی باعث میشه که اصلا گلشیفته فراهانی از ایران مهاجرت میکنه؟ نه فلان بازیگر دست هشتمی که از ایران خارج شده و مصاحبه میکنه. بعد برید از بازیگر درجه یک مثل گلشیفته فراهانی در خصوص فساد تو سینما ایران صحبت بپرسید ازش که اون صحبت بکنه. واژه‌ها نمیاد که بریم صحبت‌های داریوش مهرجویی رو ببینیم که ایشون چقدر شاکی هستن از بدنه سینمایی، از قول اینا تمیز سینما. ببینید. من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید.
اون سیاحت در ایران رو از انداخته تو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شب سینما گفت کمر من شکست. تو کمر تو می‌بست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم 2 سال 3 سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنی. شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حکم‌زا داری میکنی. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحسن میکنم پیو بزرده ارشاد همراه با دستیارانم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه دیگه نمیتونم. دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو. این سینه من بزنین نابودم کنی بکشی. همه کارتون که هر کار میخوام بکنی ولی من حقمو میخوام بگیرم. حقمو از شما میگیرم. بله صحبت‌های داریوش مهرجویی شنیدید. حالا یه عده بیاد بگی که در سینمای ایران فساد نیست. فساد مدل‌های مختلف داره، اما یه عده میان میگن که بله شما میای میگی مثلا فلان بازیگر با فلان بازیگر دوست دخترشه فلانشه. وقتی فلان سلبریتی وقتی فلان بازیگر میاد جلوی دوربین راست نگاه میکنه به مردم میگه که من فساد تو سینما ایران ندیدم، این هم دارن فیلم و سریال بازی میکنن، چرا به من فساد پیشنهاد نمیشه؟ شمایی که صحبت میکنی حتما خودت مورد داری. بله شما میری با تهیه کننده و کارگردان دوست میشی، اونم فوج کارا رو به تو سفارش میده. پس چرا به بازیگر تئاتری که 10 سال خاک تئاتر رو خورده کار پیشنهاد نمیشه؟ جایی که فساد باشه شایسته سالاری نیست. اگر بود این آدم‌های شایسته هم میتونستن وارد سینمای ایران بشن. یا خانم شوره قمر یکی دیگه بازیگرا، ایشون علنی دارن میگن که مثلا آقای شریفینیا فساد داره، که البته من راجع به شریفینیا صحبت دارم. بریم صحبت خود بازیگر رو بشنویم. ما اگر میگیم که این حرف هستش میگن تهمت و بازیگرا و تهمت‌های بسیار. بابا خودتون دارید میگید. اینا این نمونهش خانم شوره قمر. ببینید آقای حسین فرحبخش و آقای شریفینیا چه حد که حرمت‌هایی نکردن نوامیس ایرانی رو به بهونه بازیگر کردن. شما نیستید. من 11 سال بین اینها دارم زندگی میکنم. من باید بگم چی به چیه دیگه. الان شما همکارای خود، اگر من میگم آقای شریفینیا یک فاسد به تمام معناست، برای اینکه یک فاسد به تمام معناست هزاران دلیل هست، هزاران دلیل موجوده. من مدرک دارم، سند دارم. بدون سند ما در قوانینمون نمیتونیم کاری بکنیم. و اینکه من به عنوان مختار سینمای ایران، به عنوان کسی که اومدم مقابل ناحق وایسادم، مجبورم اینا رو رسوا کنم. باید رسوا کنم. این واجب کفاییه. حالا من نمیدونم شما از این اصطلاحات اصلا سر در میارید، میفهمید، برید تحقیق بکنید. اگر مسلمون آزاده‌ای باید جلوی فساد در بیاد. دینم نداری باید آزاده باشی و اگر آزاده‌ای باید مقابل فساد بایستی. اینا هم من گفتم، اینا هم من مثلا اومدم افشا کردم. البته آقای شریفینیا خب همه میدونن پیشینه و پسینه‌شون چیه، ولی کسی که میره با شریفینیا دوست میشه باید بدونه. آقا اگه ندونی نادونی از خودته. من خیلی از آدما رو میشناسم که خودشون دوست دارن اصلا با این آدم باشن، دوست دارن باشن اصلا این آدم دیگه، این آدم تکلیفش هم مشخصه. وقتی دوست دارید با این آدم باشید من بیام بگم که این آدم فساد داره، نه اصلا خودت دوست داری بری با این آدم. کسی مگه اینجا اسلحه گذاشته که بری؟ یا مثلا بهنوش بختیاری اومده گفته که افسوس میخورم بازیگر شدم، کاش چهره‌ام برای شوهرم بود.
من چهرم رو نمیدونم عملی کردم و اینها برای مردم گفتم. بهنوش بختیاری هم موقع بهش کار پیشنهاد نمیشه سوراخ خوب پیدا میکنه، حالا با یه پست حاشیه‌ای یا با یه متن حاشیه‌ای خودش رو به روز میکنه، یعنی توی رسانه ها میاره و بلد این قضیه رو. خب اینجوری خب بشین تو خونه، چرا کار می‌کنی؟ بشین برای دل شوهرت، هنوزم دیر نشده، بشین یه کار دیگه بکن، برو یه مسیر دیگه رو، برو سوپرمارکتی بزن، برو نمیدونم فلان مغازه رو بزن. چرا اومدی تو صنعت سینمای ایران؟ کامنت های زیر پستش هم دیدنی بود این قضیه. میخوام به شما بگم که من اگه میخواستم شرعی و اسلامی به این قضیه بپردازم بود، نشونتون هم دادم. افشاگری از صدر اسلام شروع شده بود، افشاگری از حضرت زینب تو همون اسلامی که آدم‌های مذهبیش دارن به من حمله میکنن اتفاق افتاده. پس میفهمید بگید که اون موقعی که حضرت زینب افشاگری میکرد خداوند نمیگفت ستالعیوب بد باشین، به ایشون نباید میگفت خب افشاگری نکن ستالعیوب باش، من جوابشو میدم. اونجا جواب نمیده، ولی وقتی ما صحبت میکنیم مگه ما نباید به قول شماها اینا الگو و اسوه و نمیدونم چی میگن بهش، کسایی باشن که از اینها یاد بگیریم درس زندگی رو؟ مگه احادیث و آیات و روایت اینا رو توی مساجدتون، توی تریبون‌های صدا و سیماتون نمیاد برای مردم تبلیغ بکنید؟ هر جایش که به سودتونه فقط میاد به مردم میگید، هر جایش که به ضررتونه نمیاد بگید. من نمیفهمم. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. کانال پشت پرده هم اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه